حکایت کردند که معلمه از طلبه ها درخواست میکند که انشا نویسند و در آن از خداوند هرچی دلشان میخواهد طلب نمایند. هر یک انشای خود را نوشته به معلمه میسپارند. معلمه چون به خانه اش برمیگردد نوشته ها را یک یک میخواند. انشای یکی از شاگردان چنان با حسیات گرم نوشته شده بود که معلمه را به رقت و گریه می آرد. تصادفاً شوهرش به خانه می درآید و همسرش را در حال گریه می بیند. می پرسد چرا گریه می کنی همسرم؟ یکی از شاگردانم انشا نوشته است. از این است: اگر خواهید مرحمت خودتان بخوانید. میگوید همسر معلمش. شوهر به خواندن انشا آغاز می کند. در انشا چنین آمده بود: خدایا، این بیگاه از تو طلب خاصی دارم. از تو خواهش دارم که مرا به تلفن تبدیل دهی. بسیار میخواهم به جای این تلفن باشم. میخواهم مثل تلفن زندگی کنم. مقام خاص آن را داشته باشم. تلفن باشم تا اهل خانواده همه مثل پروانه گرد شمع در اطراف من جمع شوند. میخواهم سخنان مرا با دقت گوش دهند بدون آنکه سوال دهند یا سخنم را قطع کنند. میخواهم آنگونه که همه به تلفن اعتبار میدهند به من هم اعتبار دهند. میخواهم هم صحبت پدرم باشم گرچه او پس از کار خسته و مانده می آید. میخواهم لحظه های با مادر جانم حتی اگر او غمگین یا در حالت ناراحتی هم باشد میخواهم چند حرف برایم بگوید. میخواهم دادر و خواهرانم برای هم صحبت شدن با من کوشش کنند. خدایا، من از تو چیزی بسیار نمیپرسم، فقط میخواهم تلفن باشم. شوهر معلمه انشا را خوانده در آخر میگوید: این طفل بیچاره چه بسا والدین بدی داشته است. این لحظه معلمه با درد و الم زیاد گریسته میگوید: شوهر عزیزم، این انشا را پسرمان نوشته است.